imagination opens portals. Traveler. در بذار قهوه‌تو بو کنم. اصلا آدمو هیپنوتیزم میکنه. یه قهوه ساده است ولی با ادویه‌اش. گفتم بعد شما بیاین، ما گفتیم نمیخوام خستتون کنیم، ما بیاین. این چجوریه شو؟ خواهش می‌کنم. عربی کار. برادر یه هنر رو توصیف کنیم چی میگی؟ هنر به نظرم تو بین خلاقیت و زخمایی که هر آدم تو زندگی درکش کنه و اونو به یه زبان خودش، حالا هرچی نگم نقاشی، قهوه، یه کار ارائه بده. کسی صدامو میشنوه؟ اینجا یک پورتال باز شده. یک پورتال 10 ساله داری تو کار کافه کار میکنی؟ 18 سالگی دارم کار میکنم. 28 سال. به نظر چیه؟ هنر به نظر اول باید پول در بیاد، یعنی اول باید پول فکر کنی و بعدش پول رو فکر کنی. مثال میدم، من کار میکنم با حقوق سلام صبحتون بخیر، با حقوق مثلا 3 تومن، ولی لذت میبرم از کار کردم. یه جایی هم از 10 تومن داره بهم میده ولی حالم خوب نیست. حالت خوب نیست. اون به درد من نمیخوره. باید جایی باشم که حالم خوب باشه. روی انرژی دارم همیشه میچرخم. واقعا حس چیه وقتی داری قهوه می‌کنی فقط بره؟ عشق دادن به دیگران، روز یه نفر رو ساختن. در این داری رو بوم نقاشی یه اثر هنری خلق می‌کنی. مثل شراب 8000 ساله است. دقیقاً. حاصل ایده خودت به این حریف. فکر نکنی از اون زنا بگیر که قحطی سیار و اینا غیر مجازه. دیدم بچه‌های عزیزم میان شارژن. قهوه استشیالی. مدیتیشن که نه، ولی همون تمرین تنفس مدیتیشن 1 ساعته. نمی‌تونه هر کسی انجام بده. می‌دونی؟ میریم با هم ماش بزنیم. ماش دیگه تحمل ندارم ما، می‌دونی؟ گفتیم مدیتیشن قشنگ بود. دورا دور باش دوستم. یعنی تا قلزو هست فاصله اونجا که اصلا بیان باز میشه پیکان. چقدر کوها رو ما میرفتیم، خودش رو هیچی پاکی نمیشه، چیز ساله بودن نمیشه. جدی داری میگی؟ یو بابا بنازم ناماسته نوهای جو خواسته بچه ها خوش حالا دوست داشتیم مثلا هفته ما رو ببینیم و کافه همون بقله بین اینجا خود رقص توته چه فندق میشه؟ توت که نمیشه درختر که نظر اسمشه عوض بین اون خود رقص افزا آره بهتر شد. آقا ناماسته بدم قهوه ناماسته یعنی چی؟ کارمان قبل دارمانه چه هدفی پشت هنریته؟ انرژی خوب دادن و حال خوب کردن دیگران. این زیباترین هدف شاید با یه عالم عشق تبدیل به شما. قطره‌ای داره میاد. نماز قطره‌ای میاد خوبه معمولا. چند قهوه دادی؟ نه خیلی دارم. آره. نشست هم داری؟ بله. قهوه چطور بود؟ درد و رنج فقط واسه اینکه اینجا یه انتخاب کنم. چرا؟ برگردم 10 سال پیش الان. خب کاری انجام نمیدی. تغییر میدی. یه سری از تجربه‌ای که دیگران گفتن دوست نداشتم دوباره انجام بدم خودم. ازشون استفاده می‌کردم. یه سری راه‌های اشتباه رو نمی‌رفتم. به راه خودت ایمان پیدا می‌کردی. آره دقیقاً. شاید اون راه‌ها باید می‌بوده، اون اتفاق اشتباه باید می‌بوده تو به مسیر خودت برسی متوجهی؟ اون که 100%، ولی خب یه سری اشتباه نباید تجربه بکنی. نگاه مثلا تو یه مقصدی رو واسه خودت انتخاب می‌کنی، یه تارگتی رو پین می‌کنی واسه خودت. دیگه باید به اون کنی. ولی اگه راه تو بخوای به خاطر نظر دیگران عوض بکنی اشتباهه. میری داخل یه راههای دیگه. راه دیگه که اونا می‌خوان راه تو نیستش. آره دقیقاً. حاجی احساس کنم اینجا شعبه زدیم قبول